تمرینی که الان مشاهده کردید یکی از تمریناتیه که برای سرعت چابکیه و تمام بازیکنان تو این رده سنی لازمه که این تمرین رو انجام بدن و حتما با توپ و چند تا مانع و هم کلاسی خودشون هم تیم‌های خودشون میتونن توی پارک‌ها میتونن این کار رو انجام بدن. کار خیلی خوبیه، سرعتیه، شوت به دروازه، تسلط به توپ و دریبلینگ هایی که داره مچ و پا رو تقویت میکنه و یکی از نکاتی که بایستی در این تمرین رعایت بشه تقویت مچ پا هستش، عضلات مچ پا و زمانی که شوت میخواد بزنه حتما مچ پا رو صفر کنه، سر رو به جلو و دیدش به دروازه، نقطه ضعف دروازه‌بان، جایگاهی که دروازه‌بان داره و زمانی که میخواد شوت بزنه حتما بتونه تسلط کامل روی توپ داشته باشه و بعد از دریبلینگی که انجام داد شوتشو با موفقیت به طول دروازه بچسبونه. تمرینی که الان شما با بچه‌هایی که الان انجام دادیم یکی از تمریناتیه که فوق‌العاده توی سرعت و چابکی بازیکن تاثیرگذاره و مسلماً و 100% میگم اگر هر بازیکنی بخواد کارهای کوچیکی که شما فکر میکنید مهم نیست، پیش پا افتاده است و بخواد در طول هفته 2 تا 3 بار انجام بده، مطمئنا این بازیکن پیشرفت خوبی خواهد کرد و در رده‌های بالاتر میتونه موفقیت خوبی رو به دست بیاره. از اینکه کانال ما رو دنبال میکنید و ویدیوهای ما رو تماشا میکنید خیلی ممنونید، تشکر میکنم. حتما یادتون نره که قبل از اینکه ویدیو ما رو تماشا بکنید لایک و سابسکرایب یادتون نره و کامنت هم برامون بذارید. در مورد برنامه‌های تمرینی اگه خواستید کامنت بذارید و درخواست بکنید، ما به درخواست‌های شما پاسخ خواهیم داد. متشکرم.